این مودرا مودرای قلب و شجاعت نام دارد. در این حالت انرژی قلب فعال شده و به ایجاد احساس آرامش، عشق و امنیت درونی کمک می کند. اگر احساس استرس، نگرانی یا فشارهای عاطفی دارید، روزانه چند دقیقه تمرین این مودرا همراه با تنفس عمیق می تواند به آرامتر شدن ذهن و متعادل شدن احساسات کمک کند. هنگام انجام این مودرا توجه خود را به ناحیه قلب معطوف کنید و با هر دم عشق و آرامش را وارد وجودتان کنید و با هر بازدم ترس و تنش‌ها را رها سازید. روزانه 5 تا 15 دقیقه این مودرا را تمرین کنید و از سکوت و آرامش درونی خود لذت ببرید.